علل خصوص در آخر زمان که فتنه ها زیاد می شود، مردم حاجت به علما دارند. بنابر یک مقاله مشهور است که الفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء. وقتی که فتنه روی آورد، حالی فتنه نآمده است و آمده ایستاده است از دور، والفتنه اذا اقبلت عرفها العلماء. اگر فتنه روی آورد علما میدانند که همین فتنه است. و اذا ادبرت، فتنه وقتی که قفا گرداند، عرفها العامه، عامی ها میفهمیدند. سالهای 2005 بود، یک برادر به یک طالب علم دیگر از کشور یمن میگوید که به دیار ما میگوید یا مردم پیدا شدن که دعوای سلفیت میکنند، غلو در ولات الامور میکنند و طعنه به علما میزنند و ولات الامور را از حد حدودش حتی بالا برداشتند. همین خیلی آدم ها پیدا شدن. میخندد یمنی، میگوید که این به کشور شما نو آمد. میگوید چه خیلی که مثلا بعضی چیزها تکنولوژی هم به بعضی کشورهای عقب مانده آخرین رسیده میبیاید. این میگوید نو به شما آمد سال 2005. این نو به شما آمد. بله نو آمد، حالی کم هستند در بعضی کشورها، در بعضی شهرها ما هستند، فقط در پایتخت ها فقط. میگوید که این 20 سال پیش در ما با آخر رسیدگی بود. میگم یعنی اوجش به رسیده بعد تمام شدگی بود. حاضر نیست این خیلی فتنه در جای ما. ببینید بعضی چیزها در بعضی همسایه دولت ها بود. سالهای 97 رفع الیدین پیدا شده بود و اشاره سبابه به درجه فتنه رسیدگی بود. مردم فتنه کردن، مذهب حنفی، مذهب شافعی، جنگ و جدال. سال 97 در همسایه کشور بود، او سال 2015 بعد به ما رسید. بعد مردم این چی نویگری، چیزی نو پیدا کرد. چقدر چیزی نو است؟ 1400 سال پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم کردگی هستن، نخودم این نو باشد. بعد به دیار ما اومد. یعنی فتنه وقتی که فتنه، منظور من فقط مثال آوردم از این بعضی سنت است. مثلا فتنه وقتی که آمد می آید روی آورده ایستاده است، علما میفهمند که همین فتنه است. و اذا ادبرت، وقتی که قفا گردان، عرفها العامه، مردم عوام بعد میفهمند که وای فتنه بود است و ما در وقتش نفهمیده خطا کردیم. بعد میفهمند. بنابراین ما حاجت به علما داریم. بنابراین گفتن که این علم مانند شمشیر است.